طور خود فردوسی میگوید هر اون کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند و مخصوصا در زمان معاصر که در کدام حالت قرار داشتن همسایه کشورها و عموما وضع سیاسی جهان که نهایت حساس است، از خود نمودن شاهنامه اندیشه و خیرد فردوسی در مورد وطن دوستی، در مورد احیای فرهنگ و تمدن، در مورد خودشناسی بسیار هم یک نکته های ضروری است که فکر میکنم بازنشر گردیدن شاهنامه و برای تمام مردم تاجیک دوباره، حتی ما نمیتونیم بگوییم که مردم ما تا امروز از شاهنامه بخبر بودن، نه، مردم ما خود شاهنامه خوان هستند و عموما این شاهنامه در نشر نو بار دیگر تاکید میسازد که ما از گذشته خود افتخار داشته باشیم، گذشته خود را دانیم و برای آینده نیز همچون یک ملت سربلند، همچون یک ملت صاحب تمدن، صاحب دولت، صاحب مرز، ملتی که توانست نفران بزرگی را به ادبیات نه تنها تاجیک به ادبیات جهانی عرضه دارد، خرد ازلی را که ملت تاجیک در مورد انسان پروری وطن پروری دارد و تمام جهانیان اهدا نماید و فکر میکنم بار دیگر رو آوردن به شاهنامه، بار دیگر رو آوردن به تاریخ ملت برای آینده ما، برای آینده ساختن آینده روشن تاجیکستان مساعدت خواهد کرد.